تحلیلی گذرا در خصوص مصیبت بیکاری پس از سیل ماه‌های اخیر در ایران. طبق برآوردهای کارشناسان حکومتی، در نتیجه جاری شدن سیل 2 ماه اخیر در ایران، بالغ بر 10,000 کارگاه دچار آسیب جدی و نهایتاً تعطیلی مطلق شدند. در این میان بیش از 30,000 شغل از بین رفته و به ویژه کارگران و کشاورزانی که فاقد بیمه هستند بیشتر از سایر اقشار متضرر شده و سرنوشت و آینده کاری آنان کماکان در حاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد. در جریان جاری شدن سیل که از 27 اسفند ماه 97 خورشیدی به وقوع پیوست، صدمات جبران ناپذیری به زندگی، اقتصاد و معیشت مردم وارد شد. ده‌ها شهر و صدها روستا زیر آب رفت و بیش از 70 تن جان خود را از دست دادند. مسئولین حکومتی نیز با ارائه آمارهای مختلف و غیر واقعی در صدد شانه خالی کردن از سوء مدیریت و مسئولیت خود برآمدند. در جریان سیلی که ناشی از بیکفایتی کارگزاران حکومتی و بحران در مدیریت صورت گرفته بود، خیلی وسیعی از کارگران مناطق سیل زده به ارتش بیکاران ایران افزوده و هزاران کارگر این مناطق خانه‌نشین شدند. تاکنون نیز آمار دقیقی از جمعیت بیکاری ناشی از سیل و همچنین آمار دقیق کارگاه‌هایی که در جریان سیل تخریب شده اند از سوی هیچ یک از نهادها و یا ارگان‌های مرتبط اطلاع رسانی نشده است. در این میان آمارهای رسمی از جاری شدن سیل در 25 استان خبر داده و میزان خسارات‌های ناشی از آن را در بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی را 2200 میلیارد تومان برآورد کردند. در همین ارتباط فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، برآورد خسارات ناشی از سیل را مابین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. اما اخبار و گزارشات غیر رسمی این آمار را غیر واقعی دانسته و خسارات‌های وارده را نزدیک به 50,000 میلیارد تومان برآورد کردند. بر اساس عکس‌های منتشر شده و ویدیو کلیپ‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی و تحقیقات میدانی فعالین مدنی، شواهد و قرائن موجود، بیشترین خسارات به لرستان، خوزستان، گلستان و بخش‌هایی از کرمانشاه وارد شده است. به اذعان و اعتراف محمود حجتی، وزیر کشاورزی، به این بخش بیش از 13,000 میلیارد تومان خسارات وارد شده است. اما از سرنوشت هزاران کارگر و کشاورز آسیب دیده در این بخش سخنی به میان نیاورده و وزارت کشاورزی هیچ برنامه‌ای در جهت ساماندهی آنان در دست تدوین و اقدام ندارد. در همین راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده است که مقرری بیمه بیکاری به کسانی تعلق می‌گیرد که حق بیمه بیکاری را پرداخت کرده باشند. اما متاسفانه با گذشت بیش از 2 ماه از سیل هولناک ماه‌های گذشته در ایران، تاکنون کارگران بیکار شناسایی نشده‌اند و شاید در جریان سیل سوابق بسیاری از آنان هم مفقود شده باشد. در این میان بسیاری از ساکنین روستاهای آسیب دیده از حمایت بیمه‌ای دولت که ناچیزان میباشد برخوردار نبوده و رفع موانع به اصطلاح قانونی آن در جهت دریافت بیمه بیکاری آسیب دیدگان با مشکلی جدی مواجه خواهد شد و حکومت تاکنون در جهت آماده سازی سازوکارهای مرتبط در خصوص رفع موانع موجود پیش روی کارگران و کشاورزان هیچ تمهیداتی صورت نداده است. در شرایط بحران اقتصادی کنونی، مشکلات ناشی از سیل و ناکارآمدی کارگزاران حکومتی تا سالهای متمادی گریبانگیر آسیب دیدگان خواهد بود. بازسازی مناطق سیل زده به کندی صورت می‌گیرد و یا در کل اقدام قابل توجهی صورت نمی‌گیرد. تجربه و آزمون گذشته رژیم جمهوری اسلامی در بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه و یا منطقه زلزله زده بم در 2-3 دهه گذشته میتوان دلیل قاطع و روشنی بر این ادعا باشد. در این میان دولت نیز با عدم ارائه برنامه‌های کلان و در جهت مقابله با آسیب‌های پس از سیل و یا زلزله عملاً بی‌کفایتی خود را به عموم نشان داده و در مقابل نیز شهروندان در مناطق آسیب دیده با نگاه تردید و بی‌اعتمادی مطلق به مسئولین حکومتی نگاه می‌کنند.
در این میان نباید ورود نیروهای نظامی از جمله سپاه و یا نیروهای امنیتی و همچنین نیروهای هشت شعبی و تیپ‌های از فاطمیون و یا نیروهای حزب الله را به این مناطق که صرفاً در راستای سرکوب اعتراضات و شورش‌های مردمی بوده است را نادیده گرفت. در جریان سیل اخیر دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان به اصطلاح مدیریت بحران که خود به نوعی بحران زده بود و یا سازمان هلال احمر به وضوح و روشنی ناکارآمدی و سوء مدیریت خود را به نمایش گذاشته و ناتوانی خود در کنترل و یا کمتر کردن خسارات ناشی از سیل را نشان دادند. نهایتاً دلایل و عوامل جاری شدن سیل در ایران بلخص سیل ماه‌های گذشته میبایست ریشه یابی شود و عاملین یا مسببین آن نیز در دادگاه‌های صالحه محاکمه و مجازات شوند.